салом бинандаи азиз, ин барномаи хабарии радиои озодӣ аст ва имрӯз 23 ноябр мо ин гузоришҳоро дорем. иҷозаи кумитаи амният барои таъсиси як нашрият то куҷо зарур аст? баҳси мақомот ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар нишасте дар душанбе. нигаронии сокинони деҳоти марзии Исфара аз изҳороти раисҷумҳури Қирғизистон ки гуфт Торткочо ё Чоркуча ҳудуди бетараф мешавад. боз нашавад ки имрӯз баъда диҳанду ба ин роҳ мо мақоми нейтрал диҳем, дар асл боз масъалаҳо ҳал нашаванд. ва бо захмҳои тоза ба имтиҳони дохилшавӣ, талоши як духтари аз чашм маҳрумшудаи афғон барои идомаи таҳсил натиҷа дод. لطفاً درای مکاتب باید باز شود، باید محدودیت‌هایی که برای دخترها ایجاد شده حذف شود. چرا برای تأسیس یک نشریه معلوماتنامه یا اجازه کمیته امنیتی ملی طلب می شود؟ این موضوع امروز در یک نشست در دوشنبه بین نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی بحث گرمی را برپا کرد. فعالان شهروندی و خبرنگاران خواستند تاجیکستان پیشنهاد سازمان ملل را اجرا و این مقررات را بکار کند. مشکل دسترسی به خبر و کاری رسانه‌های کشور هم در این همایش گفته شد. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی. نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی درباره توصیه‌های سازمان ملل به تاجیکستان بحث دارند. 3 سال پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل از تهدید به خبرنگاران و مانع شدن به فعالیت آنها در تاجیکستان نگرانی کرده بود. این نهاد سازمان ملل به دوشنبه توصیه داده بود که دیگراندیشی در مطبوعات رواج داده شود، هرچند به گفته بعضی شرکتداران این همایش بعد 3 سال وضع چندان تغییر نکرد. این اقدام به محدود کردن حقوق شهروندان برای تأسیس حوزه اخبار عامه مخالفت نمی‌کند. یک بحث اساسی در نشست گرفتن اجازه کمیته دولتی امنیت ملی برای تأسیس نشریه می باشد. سال 2017 حکومت تاجیکستان دستور داد که برای تأسیس نشریات، مطبع و یا نشریه دوره باید از کمیته دولتی امنیت ملی معلوماتنامه گرفته شود. این موضوع بحث گرمی را میان نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات به میان آورد. بواسطه از روی توصیه اگر نگاه کنیم قسم 47 بندی 3 150 مجله 164 روزنامه، از اینها 118 دولتی، 48 مستقل، مجله ها باشد 123 دولتی و 27 مستقل می باشد. و کمیته دولتی امنیت ملی چی مکتوبی که از طرف وزارت فرهنگ می شود تا حال یگان تا رد شدگی نیست. نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی در نشست حضور نداشتند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. مسئولین وزارت فرهنگ وعده دادند که نگرانی ها را به مقامات دخلدار می رسانند. بحث دیگر در این نشست مشکل دسترسی به اطلاع بود. نورالدین قرشبایف رهبر انجمن وسایط اخبار عامه مستقل گفت قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات ها اجرا می شوند. مشکل گرفتن اطلاع در چنین حالت ها بر علا روشن می شود. توصیه های سازمان ملل در حال بررسی می شوند که رسانه های تاجیکستان روزهای دشواری را پس سر می کنند. چندین رسانه مستقل از جمله هفته‌نامه‌های آزادگان و نگاه بسته شدند. در نیم سال اخیر 7 روزنامه‌نگار بلاگر بازداشت و چندی از آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. معلوم نیست که حکومت تاجیکستان در حسابات آیندهش با سازمان ملل به این نگرانی‌ها چه پاسخ می‌دهد. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی، دوشنبه. در تاجیکستان 5 زاده بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیف و فرمانده سابق طالب بیانبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکمها را نگفتند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پس درهای بسته گذشت و سخن آخرین هم معلوم نیست. همکار میرزانبی خالقزاد این حکمها را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی خبری آخر چی است؟ سلام زرنگیز و درود به بینندگان گرامی. بر اساس اطلاعی که دسترسی ما شد، دادگاه عالی تاجیکستان فرمانده سابق مرزبانی طالب ایومبکوف و فعالان مدنی منور شنبیف، نیازشاه گلابوف، امام شاه شیرینوف و شیرجانوف را به حبس ابد محکوم کرده است.
شما واقعا درست گفتید که مقامات این حکم را نه اعلان میکنن و نه شرح میدن. برادر یکی از محکوم شده به رادیو آزادی گفت این شهروندان در تشکیل اعتراض، پنهان کردن سلاح، کشتار، اوباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ‌های گرانبها ایبدار دانسته شدند، ولی خودی آنها قبول ندارند و حکم‌ها را بی اساس می‌دانند. یکی از پیوندان طالب ایومبکوف گفت که حکم روز 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شد و پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. ظاهرا همه بازداشت‌ها و حکم‌ها به رویدادهای مهمی در خارق و روشان ربط دارند، ولی از نقش این افراد در واقعه‌های مذکور قبلا هیچ معلوماتی نشده بود. خب آیا معلوم است که تا حالا چی تعداد از ساکنان و زاده‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در این رابطه حکم گرفتند؟ ببینید، پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه می امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 34 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده‌ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر کردند. دادستانی کل تاجیکستان در ماه اکتبر همین سال گفت در پیوند به حادثه‌های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده‌ها کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناه نکردند و همه گونه اتهامات بی اساس است. به هر ترتیب شماره عمومی معلوم نیست، چون در حال پس از واقعه ها از بازداشت شدن زیاده از 200 نفر خبر داده میشد. باید گویم که سازمان های بین المللی از جمله کمیته سازمان ملل و هم پارلمان اروپا از پوشیده بودن محاکمه های دادگاهی و حکم های بی اندازه دراز طولانی زندان اظهار نگرانی کردند. آنها میگویند این شیوه محاکمه و جزا شبهه های زیادی را به میان میارند. تشکر میرزا نبی. برنامه را با خبر و گزارش های دیگر ادامه میدهیم. اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ساکنان یکی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان را نگران کرده است. رهبر کشوری همسایه چندی پیش اعلام کرد که تورتکوچا یا چارکوچه زرفشان منطقه بی‌طرف خواهد بود و از آنجا 20 خانه تاجیکستانی ها و 3-4 خانه قرقیز ها برداشته می شوند. اما ساکنان محلی و آگاهان میگویند این منطقه از تاجیکستان است که به قرقیزستان اجاره داده شده بود. حالا ساکنان میخواهند مقامات تاجیک این مسئله را شرح دهند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما فرزان محمدی. از این راه 4 سمته در یک شبانه روز صدها ماشین تاجیکستان و قرقیزستان میگذرند. 4 راه همزمان دهه چارکوهی تاجیکستان را با خواجه اعلای این کشور و ناحیه بادکند قرقیزستان را با لیلک کشور همسایه میپیوندد. این راه را جانب تاجیکستان راه 275 متره و یا 4 راهه زرفشان نام میبرند و جانب قرقیزستان آن را تورتکوچا یا چارکوچه میگوید. در جریان نزاع‌های سرحدی بارها این راه بسته شده است. 49 سال به دادگی گفته امضا کردی نه همون وقت من ماست کپر که دیده است که من اگر قرقزای برادری قرق گذاشت برات داخل نمیگم که وارق انقلاب او اله باند ارقا سلوکتی رواد چخل انقلاب نوشته یا تو وارق ما انقلاب بوده. هفته گذشته صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه پارلمان کشورش گفت که مقامداران آنها و همتایان تاجیکی آنها در مسئله بی‌طرف اعلام کردن این راه به سازش رسیدند. او علاوه کرد که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف در این باره 2 بار با جانب تاجیکستان گفتگو انجام داده است. ما تورتکوچا رو برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند حدود بی‌طرف خواهد بود. ما به لیلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی می‌گذارند. جلسه هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان عاید به تعیین و علامتگذاری مرز روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. دو طرف گفتند که یادداشت حسن تفاهم امضا کردند، ولی نه جانب دوشنبه و نه بیشکک هیچ تفصیلات از این گفتگوها و سند امضا شده را نشر نکردند. نهادهای دولتی تاجیکستان هم به هیچ شکل بیانیه‌های اخیر مقامات قرقیزستان را شرح نمی‌دهند. از جمله اظهارات روز 17 نوامبر پرزیدنت قرقیزستان که اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بحث‌های مرزی با تاجیکستان حل می‌شوند به شرح و واکنش تاجیکستان ماند. باوری با گفته‌های پرزیدنت قرقیزستان اونقدر مستحکم نیست. ما اعتماد زیاد هم نداریم. برای همین هم ما میگویم که باز نشود که امروز بعد دهندو به این راه ما مقام نیوترال دهیم
در اصل باز مسئله ها حل نشوند. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 30 سال باز نمیتوانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه‌گذاری کنند. از 970 980 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتر آن نامعین باقی مانده است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتابی می‌کردند. اما در سال 2021 و 2022 زد و خورد مرگبار صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها کس کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. واکنش ساکنان اسفره به پیشنهاد پرزیدنت قرقیزستان درباره چهارراه‌های زرافشان. این گزارش را در شکل مفصل در سامانه آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. فاطمه امیری، دختری افغانی که با چشم و گوش زخمی در امتحان داخلشوی کامیاب شد، حالا به رمز تلاش تحصیل دختران تبدیل یافته است. فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغان، از انجام معرکه جمع‌آوری پول برای فاطمه خبر داد. برای جراحی او بیش از $30,000 جمع شده است. آوازخوان افغان همچنین اعلام کرد که مبلغ کنسرت‌هایش در اروپا را به دختران افغانی می‌بخشد که از تحصیل محرومند. فاطمه امیری هم آرزو دارد همسالانش صاحب معلومات شوند. گزارش مومین احمدی درباره او است. فاطمه امیری، دختری 17 ساله‌ای که در ترکش بمب از چشم محروم شده است، می‌خواهد به دختران افغانستان امکان داده شود در دانشگاه و رشته دلخواه خود تحصیل کنند. فاطمه امیری از زخمیان حمله مرگبار در آموزشگاه کاجی کابل است. تابستان امسال 53 همسبق او در پیش چشمش کشته شدند. به ما گفته شده بود که تنها کسی که زخمی شده او تو هستی، چون نزدیک بودی خیلی. دیگه نه کسی شهید شده و نه کسی مجروح. من واقعا از خوش بودم. میگفتم که خیر است، هر چی شد پر شد، مهم نیست خیلی. شکر که دوستان جور هستن. ولی که بعد از یک مدت خبر شدم که دوستایم دیگه هیچ کدامشان نیست و زخمی هم زیاد است. دیگه نمیتونستم اصلا خود کنترل کنم. بعد از چند روز این حادثه، فاطمه با چشم و گوش زخمی در امتحان داخلشوی شرکت کرد. به اختصاصی که میخواست برنامه‌های کامپیوتری داخل شد. طالبان تحصیل دختران در این رشته را منع نکردند، اما تحصیل در بخش ژورنالیستیک، اقتصاد و مهندسی در افغانستان برای دختران منع شده است. من کامپیوتر ساینس دوست داشتم، چقدر برش تلاش کردم. مطمئن هستم دیگران رشته‌ای را که دوست داشتن برش بسیار تلاش کردن، ولی برشان اجازه داده نشد که او رشته را انتخاب کنند. رشته‌هایشان حذف شد و این بسیار دردآور است. فاطمه با والدانش در یک خانه اجاره در کابل زندگی می کنند. حسین آقا، پدر فاطمه، با میده فروشی در شهر زندگی را پیش می برد. والا انسانی که درس نخوانه مثل کور است، چون رواج تمام روی کره زمین همیست که دختر به شوهر میتن، به خانه شوهرش میرن. ای که کور بره خوب است یا بینا؟ بیناییش نمیست که درس خود بخواه. به نزدیکی چشم و گوش فاطمه را جراحی کردند. برای معالجه فاطمه معرکه بین المللی جمع‌آوری مبلغ تشکیل شده بود. اخیراً فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغان، اعلان کرد که برای معالجه پوره فاطمه در خارجه پول کافی جمع‌آوری شده است. او فاطمه را رمز تلاش دختران افغان برای تحصیل نامیده است. تنها راهی که افغانستان پیشرفت کنه و یک کشور آسوده و آرام باشه معنی است که کلگی تحصیل بکنه. لطفاً درای مکاتب باید باشه و باید محدودیت هایی که برای دخترها ایجاد شده حذف شود. لطفاً رشته‌ای را که دوست دارن اجازه بدن که تحصیل کنند او رشته. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. خبرهای بیشتر با عکس و ویدیو را در سامانه ما و در صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار شما.